درس دوم، بریدن، شکستن و امتداددهی خطوط. روی آیکون اشاره شده کلیک کرده و دکمه موس را پایین نگه دارید. لیست آیکون‌های موجود در این دستور نشان داده می شود. بریدن قسمت‌های اضافی شکل رسم شده، امتداددهی یک خط، شکستن دو خط متقاطع، بریدن قسمت‌های اضافی شکل. روی آیکون اتوتریم کلیک نمایید. روی خط اشاره شده کلیک نمایید تا حذف شود. روی خط اشاره شده کلیک نمایید تا حذف شود. قسمت‌های اضافی شکل حذف می شود. نکته: با کلیک روی منو ادیت و انتخاب گزینه اتوتریم نیز می توان به این ابزار دسترسی پیدا کرد. امتداددهی یک خط. برای امتداد دادن یک خط به خط دیگر از ابزار اکستند استفاده می شود. روی آیکون اشاره شده کلیک نمایید. خط اول را انتخاب نمایید. خط دوم را انتخاب نمایید. خط اول تا خط دوم امتداد پیدا می کند. نکته: با کلیک روی منو ادیت و انتخاب گزینه تریم اکستند نیز می توان به این ابزار دسترسی پیدا کرد. شکستن دو خط متقاطع. با استفاده از ابزار اسپلیت نقاط شکست روی خطوط متقاطع ایجاد می شود. روی آیکون اشاره شده کلیک نمایید. روی خط اشاره شده کلیک نمایید. روی خط دوم کلیک نمایید. یک نقطه شکست در محل تلاقی دو خط ایجاد می شود. نکته: با کلیک روی منو ادیت و انتخاب گزینه اسپلیت نیز می توان به این ابزار دسترسی پیدا کرد.